بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، میدونین این چی است؟ حتما من نمیخوام جوابش بگم، در کامنت نوشته کنین. در شولگری ولایت مزار هستیم. هدف مقصد ما اینجا توزیع مواد غذایی است و قسمی که شما در تصویر نگاه میکنین کمپاین زمستانی ما شروع شده است. امروز اکثریت فامیل های مستضعف و نیازمند دعوت شده است و این بسته ها به اونا داده میشه. بیاین شما هم سهم بگیرین. این توانی ندارین کلیپ شیر کنین با عزیزانتون. و روز قبل در سمنگان زیبا و باستانی و تاریخی توزیع داشتیم. 110 خانواده یکی و تعداد از خانواده های بی و پول نقد و همچنان نزدیک به 200 کودک و یتیم البسه پوشاندیم. حالا امروز برنامه زیاد در مزار داریم. بعد از این توزیع ذبح 4 گاو است و بعد از آن انشالله 101.5 تقریبا لباس هاست به یتیما. کلیپ شیر کنین با دوستانتان. ایران بگوین چی است؟